یاریکسی فم چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. توی این ویدیو میخوایم بریم با هم میم‌های محرمی رو ببینیم. یعنی دم ما ملت ایران گرم که حتی عزاداری هامون هم از توش میم در میاد و غذایای فان توشه. البته من قصد توهین کردن به آیین محرم رو ندارم، فقط میخوایم چند لحظه در کنار هم دیگه شاد باشیم. قبل از اینکه بخوایم سراغ ویدیو، یاد نره که ویدیو رو لایک کنی، چنل رو سابسکرایب کنی و یه کامنت انگلیسی هم بذاری که ویوهات نپره و اون زنگوله هرم یه نوازش ریزی بکنی که عشق کنه و هر سری من ویدیو میذارم تو بیا ویدیو رو ببینی. دمت گرم. بزن بریم سراغ ویدیو ببینیم این میمای محرمی چه جوری ان. امشب میشینه در خونه حاتم میشیدم خونه مشکل میرسونه. What the fuck؟ میکائیل چیو میرسونه؟ یه بار دیگه بچه گوش بدید. یه سری هستن یه القاب خاصی میدن مثلا به کسی که دیگه خیلی رتبهش بالاست، شاید منظورش اون بوده، چون قاعدتا میکائیل همچین قابلیتی نداره که برسونه چیزشو. ایام محرم سفر شروع میشه. مداها This is money. This is fucking money. واقعا هم همینه بچه‌ها، یعنی اصلا بهترین درآمد براشون. این سم رو یادتون نرفته که هولوگیس یارو چرا برداشت؟ شرف یارو رفت قشنگ. مثل اینکه محرم نزدیکه. چرا داری علمو میکنی تو شلوارت داداش؟ اون علم مقدسه برا ما. چیکار داری میکنی؟ وقتی تو هیئت پیرزن میبینی میخوای توجهش رو جلب کنی. دقیقاً یه همچین اتفاقی پیش میاد. یه چرا داره پرواز میکنه تو هوا؟ چقدر رو بیته. دمت گرم امید. خیلی رو بیته. دارم حال میکنم واقعا. امینه مداح شد. اینقدر پول توش بود امینه هم مداح کردید دیگه، تموم شد. هد باید بزنی با این نوحه قشنگ. عاطفه چی میگه اینجا؟ روبروش هم یکی دیگه نشسته. این اینجا چیکار میکنه؟ میم محرمی نیست که. اینقدر چه ریمیکس های سمی میزنن ملت. این یعنی چی؟ خیلی میکس سمیه. عاطفه ببین، یه شهر نه، یه کشور نه، یه جهان دنبال عاطفه. ویدیوهای جدیدش هم نمیدونم دیدید یا نه، دیگه معروف شده ماشاءالله، بلاگر شده برای خودش. اصلا حالم خوب نیست واقعا. از زمین زمان میذارم چون که اونایی که میان محرم سینه بزنن زنجیر بزنن دو دستن. یه دسته میان فقط برای غذا گرفتن، یه دسته فقط میان برای اینکه مخ دخترا رو بزنن. اکثرا هم یه هوندا کلیک دارن، یه ایرپاد هم تو گوششونه. البته من ایرپاد رو دارم، هوندا کلیک ندارم، سوء تفاهم نشه. بریم ادامه بدیم. آخوند معلم داره مکالمه هست با حسین با خری یزید رو تعریف میکنه. حضرت سلیمان هاو پشماش ریخته از سلیمان. کلا قرمزی نه، پسرمه نه، پنگول. وای پنگول ما چقدر باش خاطره داریم. اشلی لوکت می شیر تعزیه. ببین شیر تعزیه یکی از لژندهای این داستان ها. هیچ چیزی جلودار شیر تعزیه نیست. اینجوری نگاش نکن. قیمه در مقابل قرمه سبزی، واسه اینکه بدونی کدومو بگیری تو نظری. سبزی بوی خوب، طرفدار بیشتر، گوشت بیشتر، لوبیا، سیب زمینی، پخت آسان، لپه، نظر ادمین، قرمه سبزی، برنده قرمه سبزی، 100% قرمه سبزی. نظر شما چیه؟ قرمه قرمه کدومو میل دارید به عنوان نظر؟ شمه داره بچه رو میزنه، مردمو دارن میزنن. نگاه پدر سا چیکار داری میکنی؟ واقعا خیلی تو نقشش فرو رفته. یعنی برید بکشه در بر. نه تو شمری نه اون بچه امام حسین. آروم درست. هیچ وقت کسی از زارش نکن. آدم بی‌شرف بی‌ذاتی هم هر چی که تو میگی درست. 100% داداش قبولت داریم به خدا. ولی جون هر کسی که دوست داری، جون جدت قسم 10 روز حسینی باشم. بذار برای خودم زندگی کنم. این چرا شب رو چرا هست؟ قاشق چیه که ابزار جنگم؟ نجری بگیر سلاحش باید باش باشه. هیچی انداخت کردنش توی قاشقو تموم شد. معلوم نیست داره میرفتی یا سینه میزنه. منطقیه. آتئیسته که آتئیسته. این دهشت میخواد حسینی باشه. به شعر دیگه بیا با دومم بازی کن. دختربازه، لاته، خلافکاره، بیشعوره، حرومخوره. خب به تو چه؟ تو این 10 روز دوست داره امام حسینی باشه.
تو این 10 روز دوست داره امام حسینی باشه، تو چی کار داری؟ فقط اون لیفان ایکس 60 که اون پشته، طرف لیفان ایکس 60 گذاشته اون پشت، باز اف جی کروز گرفته. بذارید من هیچی نگم. خب من چیکار کنم الان؟ پدر سگ نوحه گذاشتی رو آهنگ شاد، چه ریمیکسیه؟ خدایی شما باشید با این آهنگ میرقصید یا سینه میزنید؟ ایران درست نمیشه، خیالتون راحت. ایران درست نمیشه، جهان هم داره خراب میشه، جهان هم دیگه درست نمیشه، کل جهان خراب شد. کل سال دنبال عاطفه بوده، مهم نیست، میخواد این 10 روز شیر تعزیه باشه. بزن زنگو بیا با دومن بازی کن، بیا نمیدونم چرا شیر تعزیه اینقدر ازش ویدیو اومده بیرون. چیکار دارید میکنی؟ چی میزنی که لباس شیر تعزیه رو میپوشی میای تو محرم میرقصی، این همه میم ازت در میاد؟ و چرا ما تو تعزیه واقعا شیر ندیدیم هیچ وقت؟ فقط اینا تو ویدیوهایی که وایرال میشه. واسه وقتی میفهمم یه لباس دختر بازی میاد. اون ادعی که بهتون گفتم با هوندا کلیک و ایرپاد میان، اغلبشون هم دندونا رو لامینیت کردن یا کامپوزیت که نیششون هم اینجوری وازه، عجلات رد میشن اینجوری دنبال داستانن، قشنگ همینجوری میرن یه گاز میدن. این آدما اصلا ازشون دوری کنیم. اینا هم دیدن هوای با عشقی نشستن پای بساط و داستان که مامانه یهو میاد تو. Surprise, motherfucker. تموم شد. رفتی جهنم. بطری ساندیس ما حداقل یه چیز طبیعی تر میذاشته، داشون ساندیس آب انگوره میفروشن بیرون. شرمنده شد الان. اوه زد زیر بساط. اگه اونا واقعی بود آب توش نبود جرأتشو داشتی اونجوری بزنی زیرش یا نه؟ شربت امام حسین دادن. خدا رو شکر. چگونه در عرض یک شبانه روز از عرق سگی به شربت پرتقال برسیم؟ هم داره میره هیئت. داداش این موتور چجوری داره میبره؟ پسری که جلو نشسته بود همونایی بود که گفتم هوندا کلیک دارن با ایرپاد میانه. این فقط یکم پله های ترقی رو سری رفته بود بالا. این با موتور سنگین اومده و چیز سنگینی هم گیرش اومد. ولشون اصلا من هیچی نگم بهتر. اونایی که از صبح تو صف نظری بودن قبل تموم شد. مشکلی ظرف منو پر کن. مشکل داری؟ به خدا برام مریض میخوام نظری، فقط میخوام شفا بگیرم. بهترین اپلیکیشن وجود نداره. نظریه کجا میشه دانلودش کرد؟ وقتی ماه محرم میرسه مختار صدا سیما امسال ولی پخشش نکردن دیگه، دیدن واقعا گندش در اومده. شیر تعزیه اومده جلو، این بالاخره تو تعزیه ما داداش بند و بساط یارو رو گرفتی کشید. الان فقط بعد اونجا بری ببینی چند تا فوش ناموس رد و بدل شده بین اون دوتا وسط تعزیه وقتی تولد تو ماه محرم باشه. یا حسین کیکش هم قیمت است. کی دارن نظری میدن اینا؟ کیکه؟ زنه اومد وردار اجازه نداد. اونو نگاه کن، یه ذره رو حداقل ببین ورداره. چقدر تو خسیسی. شیکو مثل لاس گاو کرد اون تو ببره فقط با خودش، هر جوری برد مهم نیست، فقط بتونه ببره. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. دمتون گرم که ویدیو رو تا آخرش دیدید. حتما اگه لذت بردید لایک کردن ویدیو یادتون نره. یه کامنت انگلیسی بذارید که ویو هاتون نپره، یعنی کامنت نذاری انگار ویدیو رو دیدی. زنگوله رو فعال کنید که من هر وقت ویدیو گذاشتم یه نوتیف براش بیاد ببینید چی شد علی ویدیو گذاشت. بذار سریع برام ببینم. ببینمتون توی ویدیوهای بعدی. پیس.